سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام براتون یه ترشی درست کنم که حاوی پروبیوتیکه با برای شروع اینم بگم من خودم این رسیپی رو اولین بار دارم درست میکنم و میخوام اولین بار با هم درستش کنیم که اگه خوب شد اینجا بمونه و بتونن خیلی ازش استفاده بکنن و درستش بکنن تو خونه، چون چیز خیلی مفیدیه. بچه برای شروع شما به 850 گرم کلمه خرد شده احتیاج دارین. حالا ما خردش میکنیم. 25 گرم نمک بدون یود و 150 گرم هویج. حالا نمیدونم 150 گرم میشه یا نه، اگه کم بود بهش اضافه میکنم و دونه فلفل و زیره. من برای رنده کردن این کلمه از این دستگاه استفاده میکنم. فکر کنم چیزی در بیاد از توش. حالا اینو چقدر سفته. بریم خوردش بکنیم. بچه خیلی مراقب باشیم. این رنده ها واقعا رنده های خطرناکی هن و خیلی باید مراقب باشیم. خیلی خوب با این رنده ها رنده میشه بچه ها. از چارو خیلی راحت تره، ولی گفتم خیلی مراقب انگشتاتون باشیم. نمیدونم 850 گرم شد یا نه، ولی میتونیم بکشیمش. برای سرو کردن ترازو هم که خیلی هاتون بلدی، ظرفتون رو میذاریم، بعدا روشنش میکنید. ببینید 2 برابر این باز باید کلم بود. خب من یک کلم دیگه آوردم. اینو با هم رنده کنیم، بریزیم رو اینا. امیدوارم دیگه 850 گرم بشه. وای 700 گرم شد. چیز دومی که احتیاج داریم اینه هویج که بعید میدونم این 150 گرم بشه، ولی اوکی. اینم 150 گرم هویج. اینا رو شروع میکنیم به لایه لایه ریختن. خب یه لایه از این، خب نمک، دوباره یک لایه از این، یه خورده از این نمک. باید اینجوری با دست فشارش بدیم و کوچولو. قبل از اینکه این کارو بکنیم حتما دستاتون رو بشورید. بچه اگه صدای میو میو میشنوین این که گربانه داره میره بیرون، تصمیم گرفته بریم. آها بچه نگاه کنین داره حالت اینجوری آب میندازه زیره. من خودم خیلی عطر زیره رو دوست ندارم و اینجوری فلفلا هم از این فلفل دونه فلفل یک کوچولو اینو میذاریم به حال خودش. من این کاسه رو برمیگردونم روش که نه از اون موقعی که من اینو رنده کردم گذاشتم تقریبا یک نیم ساعت 40 دقیقه گذشته. الان میخوام ببینم آب انداخته یا نه. آره یک کوچولو آب انداخته. خب شیشه کاملا تمیز و استریت برمیداریم. اینا رو اینجوری میریزیم توش. اینو میخوام از این تست کنم. الان انگار به یک کلم نمک دادیه. در واقع منظور خاص از اون برگای کلمی که مونده بود اینجوری میذاریم روش
فشار میدیم. ببینید باید یه جوری باشه، حالا میارم نزدیک، که اینجوری آب کلم روش باشه. خب این الان یه کوچولو آبش کمه. آبی که از کلممون مونده باید روی سطح چیزا کلمه رو کاملا بپوشونه. خب در این شیشه رو میبندیم، میذاریمش توی یه جای تاریک دمای 18 تا 25 درجه. هر روز هم باید درش رو تقریبا باز بکنیم و هواگیری بکنیم. با چی؟ با همین مشکوبه اینجوری هواشو میگیرید، اوکی میشه. تقریبا شما 10 روز دیگه یه کلم ترش تخمیری داریم که حاوی پروبیوتیکه و خیلی بر بدن مفیده. درست کنید و بهم بگین که چجوری شد برای شما. خب اینجا تقریبا 10 روز از درست کردن این کرم تخمیری من گذشته و میتونید ببینید که کاملا جا افتاده و بسیار ترش و خوشمزه. نوش جونتون. ممنون که کانال من رو سابسکرایب میکنید. دوستتون دارم. تا ویدیوهای دیگه، فعلا.